پاتو خالی نکنی یعنی آب بهش بخوره صفر میشه. یعنی آب خودش که بهش میخوره صفر میشه. دیگه اصلا بیل فرو نمیره دیگه. اینو لایه رو چسبه. آبجوش هم میبینی تو این کفا یا نه؟ ها؟ آبجوش هم میبینی تو این کفا؟ آبجوش یعنی آبخوان داشته باشه؟ آره. نگاه آبخوان خودش ازش معلومه دیگه. نگاه میبینی؟ نگاه این آبخوانه. میبینی آب میده. این آبش ضعیفه. نگاه کن هنوز 20 متر که رد کنیم وقت بیشتر میشه موقع که جلو میری.